انسان دارای روح خداگونه هست و اگر است پس چرا مرتکب جرم و گناه میشه؟ این از امون سوالایی است که پیشتر یادآوری کنه که در ذهن مخاطبین خیلی زیاد خطور میکنه. ما یک کتاب به دوستایی که یا به خاطر چی سوال از اینجا بود صاحب که خدا خودش فرموده که یعنی ونفخت فیه من روح آیت است. بالکل. ما گفتن گرفتم. در این مورد باز ان شاء الله کتابا را اگر در پسند در سوالاتتان بود خوب که باز کتاب رو معرفی میکنیم که در این مورد کتابای چه کتابی کارا بکنین به خاطر که ما ماموریت داریم بعضی سوالا رو بیاریم حتی که شما میفهمین که سوالاتی است که ما خودمون میدونیم و در موردش تحقیق داریم اما کسایی هستن که سوال مردم باید بدونن و اگر مرجعی است منبعی است که شما آدرسش دارین حتمی ضروری براشون معرفی کنین. شما گفتن ایده آیت قرآن کریم است که شما یادآوری کردین که ونفخت فیه من روحی، الله متعال میگه من از روح خود در انسان دمیدن روح این دوستا دقت بیشتر بکنه. دمیدن روح در انسان به این معنا نیست که الله متعال یک بخشی از وجود خود را به انسان داده باشه. این را باید بفهمه. الله متعال وجودش قابل تجزیه نیست. تجزیه بکنیم که بخشی مربوط انسان میشه. یک موضوع که باز اوجا میگم انسان مرتکب گناه میشه، جایی که اگر گپ از ما میمونه باز شما یک کم اشاره بکنه که این موضوع خوب تکمیل شه. پس اگر ما جزئی از وجود خدا رو گرفته باشیم، او خالق است، ما مخلوق هستیم، چه قسم خالق مخلوق میشه؟ مخلوق خالق شوه امکان نداره. دقیق. چرا خی میگه ونفخت فیه من روحی؟ ما در حساب در مدرسه چیزا رو زیاد خواندیم، ما یک اضافت ذاتی داریم، یک اضافت تشریفی داریم. بله. اضافت تشریفی. الله متعال که میگه که من روح خود در ایده میدم، این به این معنی نیست که جزئی از وجود خود به انتقال کرده باشم که بازی وجود از خدایی شوه و این گناه نکنه. او به این معنی است که انسان الله متعال اینقدر دوست داره که به خود نسبت میتش. مثل که یک کسی میگه نمیگه جگرم هستی. بله. فرزند خود میگه جگرم نی؟ دقیق. میگه جگرگوشه ما. جگرش نیست. ولی چرا ای تو میگه؟ او رو آنقدر دوست داره، آنقدر برش عزیز است که بخی دیگه جگرش شده. حالا میم این موضوع یک موضوع دیگه ای که انسان متشکل از دو ماده هست، از دو چیز هست، یکی روح هست یکی جسم هست. یکیش عالم معنا میگنش، یکیش عالم ماده میگنش. این انسان وقتی اگر گناهی ازش مرتکب میشه، این از آدرس روح نیست، از بخش جسمش است، از بخش مادی جسمش است، از او آدرس گناه میکنه، نه از آدرس روح. روح امور معنوی به او تعلق میگیره، انسان رو به خوبی ها تشویق میکنه، به طرف خوبی ها. حالا اگر انسان پرسان بکنه خیلی انسان چرا گناه میکنه با وجودی که روح در وجودش هست، انسان از آدرس بخش جسم خود گناه میکنه. انسان شهوت داره، خوردن، نوشیدن، این مسائل، این نیاز جسمی است نه نیاز روحی نیست. روح به چیزا نیاز نداره. روح غذایش مادی نیست که تو چیزی قابل لمس باشه، فیزیکی باشه. در قرآن یک آیت خیلی جالب آمده. الله متعال در قرآن کریم میگه که برای شیطان ابلیس مخاطب میکنه، میگه ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی. میگه شیطان ای ابلیس چی چیز مانع تو شد که به او چیزی که ما خلق کردیم، او موجودی که ما خلق کردیم با دستای خود بر سجده نکنه؟ و سجده تعظیم است نه سجده تعبد. بله. از این خلقت بیدی این معلوم میشه که انسان را کامل الله خلق کرده. الله متعال این را کامل خلق کرده. بله. پس وقتی خلق کرده، خلق از این که میگه انسان خلقت بیدی، نگفته که خلقت جسمه، من جسمی از این خلق کردم، کلش خلق کردم. چی چیز باعث شد که به این تو سجده نکردی؟ پس معلوم میشه که اردویش مخلوق است. درست است؟ اردویش مخلوق است. ولی در مورد روح که اگر سوال شما هم نیست، در روح انسان همینقدر اعتقاد، مؤمن همینقدر اعتقاد داشته باشه که از عالم امر است. بس یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، همینقدر آمده. از او بیشتر وقتی که قرآن تفصیل نداده، ما دیگه اونقدر کاکگری نمیتونیم که این تفصیل بیشتر بدیم. همین ان شاء الله که حل شده باشه ان شاء الله.